ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز. سلام علیکم تماشابینان عزیز. امروزه ولاگ ما سر میشه از انا همین خوراک تیار کردن برای خوراک ما. در انا همین محصولات در کره تماشابینان عزیز: کارتوشکا، پیاز، سبزی، گوشت مرغ، محصولات را همه شمی خیلی کده ریزه کردیم. می اندازیم کمتر روغن. در خونه چی نمون پریپراوی باشه همون پریپراو را می اندازیم کمتر. مرچ، نمک میکنیم، مایونز می اندازیم، خوش رو کرده ارالشون میکنیم و بعدا در لیست میمونیم. کمتر سلیوشی مسئله گرفته همه جوش خوش رو کردن میشکیم و بعدا محصولات را درونش پر میکنیم. همه چیزا را خوش رو کرده مونده. من همین خیل یک قاشق تمات گرفته درونش را کمتر آب می اندازیم، خوش رو کرده ارالش میکنیم، در بالای محصولاتمون هم خیل کرده میریزیم. تماشابینان عزیز خوراک ما تیار شد. انا همین خیل آمد ویدش. خیر تماشابینان عزیز، ولاگ امروزه ما در همینجا به آخر میرسه. از همه شما میnnتدارم که با ما هستید، کانال ما را دستگیری میکنید. رحمت برای دستگیریاتون، برای سخنهای خوب. کسانی که آبونه شدگی نیستن آبونه شوین. کامنتر و لایک موندن فراموش نکنین عزیزان. خیر مردم خوبی مسلمان روی دنیا در کجای باشین، خداوند همه گیت نگهبان باشه تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشه.